सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए बनी, बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए बनी। राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे, आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे। तेरे लिए ही तो धड़के दिल मेरा, तुझसे ही तो मैं खुद से हूँ मिला। तू आशिकी, तू आशिकी, तू आशिकी, तू आशिकी, तू आशिकी। दिल की किताब में देखा जो ख्वाब में, हर पल जवाब में मिला तू ही। मांगा गुरूर से अपने हजूर से, दिल के सुरूर में मिला तू ही। लौट आया फिर वही ये आसमां और ज़मीन, चाहे मिले ना मिले मिला तू ही। तू आशिकी, 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 तू आशिकी, 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 तू आशिकी, 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 तू आशिकी, 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 आशिकी। दिल ये मानता नहीं मेरी बातें, याद है जो हुई नहीं वो मुलाकातें। तेरे संग चला मैं, तेरा ही बना मैं, तेरा जो हुआ तो मेरा भी हुआ। मैं लौट आया फिर वही ये आसमां और ज़मीन, चाहे मिले ना मिले मिला तू ही। तू आशिकी, 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 तू आशिकी, 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 तू आशिकी, 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 तू आशिकी, 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 आशिकी। اون آدمه با عکس میندازی؟ तेरा अक्स मैं ढूंढूं कहाँ ये बता दे, जिस जगह है तू उस जगह का मुझको पता दे। तुझसे रूबरू जो हुआ मैं कभी तो होगा मुकम्मल मेरा ये जहां भी। लौट आया फिर वही
بازم گند زدی. بزقدش. مگه تا حالا گلم کاشته؟ خدا رو شکر که بهشون حرفی نزدی. آخرین نفری بودی که اومدی بیرون، بیون که از کوره در بری. ولی با کارایی که اونا کردن پیش خودم گفتم وای این اجرام خراب میشه. رفیق چند ماه دیگه بازم میتونی اجرا کنی. آهان یه آهنگ توپ ردیف کن تا دیگه خبری از این کارهایی که امروز داشتن میکردن نباشه داداش. ساخت یه آهنگ توپ به این راحتی نیست. این کار هنره. به خواست ما خوب یا بد نمیشه. ما این که به خواست اون کار میکنیم. هر وقت خودش بخواد یه آهنگ توپ میشه. زودتر از اون غیر ممکن. رفیق تو رو خدا اینقدر هنری با من حرف نزن. ترسیدم بابا. ببین اگه حرف دوستتو قبول نداری به عنوان مدیر برنامه‌ات حرفمو قبول کن. هنرمندای واقعی بعد از مرگشون به شهرت میرسن. حالا بگو ببینم تو هم میخوای بعد مردنت معروف بشی؟ نمیخوای درسته؟ پس برو با خانموت حرف بزن. ناسلامتی شما صاحب کمپانی آهنگسازی هستی. اسمش چی بود؟ جی ماتدی. همون. به زودی خانوادت از یه آلبوم جدید رو نمایی میکنن. حداقل میتونن به تو هم یه فرصت کوچولی بدن. نه رفیق. آخه چقدر دیگه باید بهم فرصت بدن؟ اشتباه از منه. چون هرچی فرصت داشتم و از دست دادم. نه قربان اشتباه از شما نیست. اشتباه از این اخلاق گندته. تقصیر اون زبون دراز و صداقت همیشگیت هم هست. آره راست میگی. یهو از اوج شهرت افتادم این پایین. ولی نگران نباش. بالاخره روزای خوب منم میرسه. خانمون به هم ایمان داره. به دانش موسیقی. ولی اجرامون معرکه بودا. مگه نه؟ آره. سلام آقای خواننده، یا آهنگم واسه ما بخون دیگه. برنامه تموم شده. اگه میخوای آهنگمو بشنوی برو برنامه بعدی دیگه. چقدر پولش میشه؟ آخه دارم بهت لطف میکنم. چیزیو میخرم که تاریخ انقضاش گذشته. آقای ستاره بگو چقدر بدم. ببین داداش آره گام شو، تو دخالت نکن. خب بگو چقدر پول میخوای؟ بخون دیگه. گفتم بخون. من نمیخونم. حالا بگو وگرنه چی؟ وگرنه این. آهان بیا بریم، ما اینا دهن به دهن نشو. بیا بریم. آره آقا خواهش میکنم بیا از اینجا بریم. حالا بگو آواز میخونی؟ آهان نرو جلو. نه یه جلو وگرنه شلیک میکنم. بمون سر جات. وایسا وگرنه شلیک میکنم. بهت گفتم وایسا. جلوتر نیا. گفتم وایسا. همونجا وایسا شلیک میکنم. آهان دست بردار، داری باور کن شلیک میکنم. شلیک آهان بیا کن. بریم. شلیک کن دیگه. شلیک کن. شلیک میکنم. بلش کن بابا، بیا بریم. این کارو نکن. بیا بریم. این کارو نکن. بلم کنی میخوام شلیک کنم. ولش کن دیگه آهان. گفتم شلیک میکنم. فرصتی استثنایی برای زندگی در اروپای ترکیه. ازمیر، تریاندا. اخذ اقامت، افتتاح حساب بانکی و پاسپورت کشور ترکیه با هوملند. آهان آقای درینگتون بفرمایید. بقیه کارا رو لطفاً انجام بدید. چی شده؟ آهان کجاست؟ من شما پدر و پسر رو اصلا درک نمی کنم. چی شده که امروز دلت براش تنگ شده؟ خانم آپارنا به این میگن نگرانی نه دلتنگی، خصوصا نسبت به این بچه که نمیشه با منطق حرف حلیش کرد نه با دعوا. به جز نگرانی هیچی بر آدم نمیذاره.
آقای مانا، شما همچین حرف میزنین که انگار بچه من یه پسر ولگرده. پسر من دقیقاً مثل شیر خامه‌ای پرچربه. فقط مشکل اینجاست که آدم عادت کردن آفقاتی شیرشون کنن و بخورن. برای همین پسر منو میبینن رو دل میکنن. حالا این پسرت کجا هست؟ پسرمون یادت رفته؟ امروز اجرای زنده داشت. به اون نمیگن اجرا، میگن فحش. این کارش برای خودش و خانوادمون مثل فحشه. نمیتونست این روزو دندون رو جگر بذاره. قراره امشب از آلبوم رو نمایی کنیم، نمیتونست کمک کنه؟ و پرنا لطفاً تو نصیحتش کن تا این موزیک و قرتی بازی‌ها رو بذاره کنار و بچسبه به بیزینس. اگه با خانداداشم کار کنه شاید به جایی برسه. اگه مردم با نصیحت کردن حرف گوش میدادن که دیگه اتفاقی نمیافتاد. شما اینجایی که الان هستی نبودی؟ آهانم اونجایی که الان هست نبود. و بالاخره بهتون ثابت میشه پسر من با استعدادی که داره دهن همتونو میبنده. مامان، بابا، مامان، اینجا رو ببینی؟ باز هم درگیری خیابانی و اسلحه کشی باعث دستگیری و بازداشت آهان دنراجگیر خواننده شد. سومین باره که در این ماه آقای دنراجگیر بازداشت میشه. پلیس گفته به دلیل شلیک گلوله این بار نمیتونه به راحتی و با قید ضمانت آزادش کنه. واقعا دهنم بست. دارین کجا میری؟ لطفاً برین آهان آزاد کنین. برم بیارمش بیرون تا بازم از این کارا بکنم. خدا رو شکر که داداشم الان اینجا نیست. بذار یه شب تو بازداشتگاه بمونه. صبر کن. باشه، شما نرو. اجازه بدین من خودم میرم. بذار من برم جلو. آقا شما خواننده ای ولی کار امروزتون مثل قهرمان تو فیلم ها بود. سرکار میبینی؟ الکی گرفتینش، کاری نکرده که. لطفاً آزادش کن. ببین پسر، اگه اولین بارش بود آزادش میکردیم، ولی تیر شلیک شده. تو از رو دوستی میگی، ولی ممکن بود این وسط یکی بمیره. اگه فکر این چیز رو میکرد الان تو بازداشتگاه عکاسی را نمینداخت. آقای وکیل. بابا شما؟ به زبان خیلی قشنگه. یه پدر اومده تا پسرش را از زندون آزاد کنه. بچه که بود میرفت مدرسه دنبالش، حالا باید بیاد اینجا تو زندون. شما نباید حرف مامانو قبول میکردید. چرا اومدین اینجا تا آبروتون بره؟ میدونم دلتون نمیخواسته بیاین. مامان به زور وادرتون کرده که بیاین. تو چی میخوای بگی؟ حتما فکر کردین اشتباه از من بوده، پس باید مجازات بشه. خودم هم همین فکر رو میکنم. منظور؟ شما پدر من هستین، ولی اصلا نمیفهمم چرا ازم حمایت نمیکنین. شما هیچ کدوم از اجرای منو ندیدین، ولی بازم ناراحت نشدم. اما الان دارم ناراحت میشم. یه چیزی است که ناراحتم میکنه. فکر کنم برای یه رونمایی از آلبومتون میخواین آزادم کنین. پاتو از گلیمت درازتر نکن بچه. میدونی چرا هیچ وقت حمایتت نمیکنم؟ به خاطر همین اخلاقای مزخرفته. میدونی چرا از اوج شهرت افتادی پایین؟ به خاطر همین اخلاقای مزخرفت. حالا هم اگه افتادی گوشه زندون دلیلش همین اخلاقای مزخرفت بوده. اون وقت تقصیر رو میندازی گردن من؟ از اینکه هیچ وقت برای حرفات تره خورد نکردم شاکی؟ الان جوابتو میدم. لزومی نداره به قید ضمانت آزادش کنی. به مادرت میگم اصلا نگران نباشه، چون اینجا داره بهت خوش میگذره. آقای وکیل بیاین بریم. عمو خواهش میکنم نریم. عمو این چه کاری بود کردی آخه؟ چرا گذاشتی بره؟ این بارم مثل همیشه خانموم آزادم میکنه. صبر داشته باش تا 10 شماره دیگه از اینجا میام بیرون. 10 9 8 الو 7 بله بفرمایید. 6 چشم.
نگهبان در سلولو باز کن. 5 4 3 2 1. آقا بفرمایید. بریم. عاشقتم خانم، شما بهترینی. آهان بیا بریم، دیرمون میشه. میخواد بارون بگیره. خب بیا یه کاری کنیم، تو این چتر رو بگیر، من میرم ماشین رو بیارم. میدونی چرا هیچ وقت حمایتت نمی کنم؟ به خاطر همین اخلاقای مزخرفته. میدونی چرا از اوج شهرت افتادی پایین؟ به خاطر همین اخلاقای مزخرفته. نمیتونی مثل آدم رانندگی کنی؟ آهان هی خوبی؟ سوار شو. چی شده؟ نمیدونم کدوم پس فطرتی بود که دختره رو از ماشین انداخت بیرون. دختره هم عجیب بود، دوباره رفت سوار همون ماشین شد. فقط خواهشن نگو که بریم دنبالشون. خواهش میکنم آقای خیرخواه، بیا از اینجا بریم. این چه حرفیه بابا؟ دختره متأهل بود. اصلا بود که بود. اگه کسی کمک بخواد من باید بهش کمک کنم. الان توی خونتون مراسم رونمایی داریم، اگه نرسیم تو دردسر میافتیم. الان باید بریم اونجا. رفیق دختره از اونایی نبود که بخواد بی اجازه کاری بکنه. کیه که اونجوری پرتش کرد بیرون؟ حتما یه آدم حیوان صفت. من یه همچین آدمی هستم. برای اینکه جایگاه واقعی آدما رو بهشون نشون بدم هر کاری میکنم. حالا فهمیدی چی گفتم بابو؟ تو در جایگاهی نیستی که به من نبگی. اگه با افتادن تو گل هنوزم متوجه حرفم نشدی، فاضلاب از اینجا دور نیست. فهمیدم. من فقط یه میمونم، از اون میمون کوکیه که تبل میزنن. هر جور که شما کوکم کنیم واسه تو میرخصم. من میرم و همون کارو انجام میدم. باید همون اول حرفتون رو قبول میکردم. نمیدونم چرا قبول نکردم.
چقدر دیگه میخوای منو منتظر بذاری؟ راستش به خاطر تو با اولین پرواز از نیویورک اومدم اینجا. خودت که خوب میدونی جیدی به هیچ وجه از انتظار خوشش نمیاد. اولین سالگردمون مبارک. زیبا شدی. نه من نمیرم تو. اگه با این لباس و جواهرهای سنگین بپرم توی آب مثل یه تیکه سنگ میرم زیر آب و غرق میشم. نمیخوام بمیرم. نگران نباش بابو، من بلدم جونتو نجات بدم. حالا بپر. نه من این کارو انجام نمیدم. بجون دیگه، میخوایم جشن اولین سالگردمون رو شروع کنیم. این ویلا رو مخصوص تو اجاره کردم، یه جایی دور از شهر. از استخر شروع میکنیم تا به اتاق خواب برسیم. نه من نمیرم. آخه من خیلی میترسم. از کی تا حالا خواسته تو مهم شده؟ بپر. من از مردن میترسم. اگه نمیترسیدم تو حال خودم از قید این وصلت آزاد میکردم. وصلت؟ انگار این کلمه اولین سالگرد و زیاد جدی گرفتی بابو. میدونی ما داریم سالگرد چی و جشن میگیریم؟ سالگرد روزی که تو رو به عنوان سرگرمی خودم خریدم. تو همسر من نیستی، معشوقمی. اینجا زندگی نمی کنی، من اینجا نگهت داشتم. هرچیم بخوام بهت میگم، ولی چون آبرومندم دیگه چیزی به زبون نمیارم. حالا فهمیدی؟ بپر. نه من نمیرم توی آب. انگار یادت رفته کی هستی. تو یه میمون، یه میمون. از این میمون کوکیایی که طبل میزنن. هر جور که کوکت کنم باید همون جوری برام برقصی. فهمیدی؟ حالا میری تو استخر یا نه؟ نه من نمیرم. اگه خودتون میخوای میتونی پرتم کنی توی آب.
بیا بیرون. شما داری منو کجا میبری؟ نمیتونی مثل آدم رانندگی کنی؟ اونایی که تو خلوت آبروی منو میبرن، من تو ملأ عام آبروشون میکنم. از این که بپری تو آب میترسیدی؟ اگه میپریدی تو استخر حالا مجبور نبودی بپری وسط گل و شل. سردت شد بابو؟ فقط دلم میخواست ببینم که خیس شدی و به خودت میلرزی. یه بار دیگه میگم اولین سالگردمون مبارک باد. بینندگان عزیز، ما اکنون بیرون منزل مالک کمپانی موسیقی جیماتادی ایستادیم و قرار آلبوم موسیقی نخستین فیلم این کمپانی رونمایی بشه. بیاین بریم داخل. ایشون فقط صاحب این کمپانی نیستن. اگه دقیق تر نگاه کنیم آقای دنراجگیر یه غول در عرصه موسیقی هستن. حالا سوالای خودمون رو از آقای مانو دنراجگیر مالک این کمپانی میپرسیم. آقا آهان کجاست؟ نمیبینیمشون. بازم بازداشت شده؟ بازم دعوا کرده و بازداشتش کردن. ایشون هنوز تو بازداشته ولی شما آزادش نکردین. ما میخوایم بدونیم. تو تربیتش کم گذاشتین که الان به این شکل در اومده؟ همه میگن دیگه کار آهان اوج نمیگیره. لطفاً جواب بدید. آهان الان کجاست؟ لطفاً جواب بدید. آقا لطفاً بگید آهان اومد. آهان چی شده؟ شنیدیم دعوا کردیم. شنیدیم که شلیک هم کردیم. آهان لطفاً جواب بدین. چرا ساکتین؟ این حقیقت داره که اوضاعتون انقدر بد شده که تو کلوبای کوچیک اجرا میکنی؟ به خاطر همین رفتارهای غیر مسئولانه‌تونه که کارتون به آخر رسیده؟ لطفاً جواب بدین. و آقایون شبتون بخیر. وقت اون رسیده تا خوش آمد بگیم به ستارگان امشبمون، زوج امشبمون، آقای جایان دنراجگیر و همسر بسیار زیباشون خانم شیتل دنراجگیر. از اومدنتون خیلی خوشحالم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. تو دور زمانه‌ای که طلاق انقدر رواج پیدا کرده با دیدن شما کنار هم دلمون به ازدواج گرم میشه. راز زندگی مشترک بی‌نقصتون چیه؟ عشق، اعتماد و وفاداری. زندگی مشترکشون بی‌نقصه چون هر دوشون بی‌نقصن. با دیدنشون به ازدواج ایمان پیدا میکنم چون کاری نمیکنن که اعتمادشون از بین بره. ممنونم خانم. قهرمان من، اسطوره من، کسی که تو دنیا بیشتر از همه براش احترام قائلم. زخمی شدی؟ چیز خاصی نیست خانم. آقا میخوایم عکس بگیریم. مراقب باش پسرم. جسارت تو این سن و سال اصلا خوب نیست. آقا این طرف. بعدن اینجور زخما خیلی اذیتت میکنن. این زخما آزاردهنده نیستن خانم. فقط یه خاطره شیرین ازشون میمونه. جیدی لطفاً بیا. اومدم عزیزم، ببخشید.
اخذ اقامت، افتتاح حساب بانکی و پاسپورت کشور ترکیه با هوملند. فرصتی استثنایی برای زندگی در اروپای ترکیه. ازمیر، تریاندا. خانم و آقایان، وقت اون رسیده تا خانم و آقای دنراجگیر آلبوم موسیقی فیلم کمپانی خودشون به نام انقدر که عاشقم رو رونمایی کنن. به افتخار خانم و آقای دنراجگیر دست بزنید. آهان، جای هنرمند اونجا نیست، جاش اینجاست. بیا بالا. آقای مانا، شما برید روی صحنه بایستید. هرچی نباشه رسیدن کمپانی به موقعیت الانش با زحمات شما هم بوده. نه خانم آپارنا، پیشرفت این کمپانی فقط با درایت داداشم بوده. من در مقام مقایسه با اون نیستم. درسته، شاید برای همینه که بعضیا دارن سوء استفاده میکنن. خب خانم ها و آقایون، میخوام که از خواننده با استعداد و مربی آواز کمپانی جی ماتادی آقای واصل کاپور دعوت کنم تا یکی از آهنگای معروفشو برای ما بخونه. همگی لطفاً به افتخارشون دست بزنید. تو یه شکست خورده ای، هیچ وقت موفق نمیشی. اشکالی نداره رفیق، نوبت ما هم میرسه. در ضمن ما فردا قرار ملاقات داریم با همون آهنگسازه آقای آدرشاتان. کسی چه میدونه، شاید یه اتفاقی بیفته. ولی یه چیزی بگم، به نظرم تو خیلی بهتر از این میخونی. این اصلا از خوندن نوتای بلند میترسه. نه، این اگه نوتای بلندم بخونه صداش خیلی پرقدرت میشه. هیچ هنرمندی رو نباید دست کم گرفت. یه هنرمند همیشه هنرمنده و باید قدر هنرش رو دونست.
آقا خانواده‌تون دارن در حضور شما یه خواننده دیگر رو معرفی میکنن. آقای آهان شنیدیم شما امروز بازداشت بودیم و اینکه عموتون شما رو آزاد کرده نه پدرتون. الان شما چه احساسی دارین؟ چرا پدرتون شما رو آزاد نکرده؟ دلیل این کار چی میتونه باشه؟ تازه خبرم شنیدیم که شما تیراندازی هم کردین. مگه شما مجوز حمل اسلحه دارین؟ لطفاً جواب ما رو بدین آقا. چرا سکوت کردین؟ لطفاً جواب بدین. لطفاً سوالی نپرسین. اگه قرار باشه از سالا یه خبرنگار دلخور بشی چطور میخوای یه سلبریتی معروف بشی؟ اون خبرنگارا راجع به بابات من میدونم ناراحت شدی. آخه این چه سوالیه که میپرسن؟ چه احساسی دارین که خواننده دیگر رو به جای شما معرفی میکنن یا جای پدرت عموتو رو از زندان بیرون آورد؟ چه حالی داری؟ این خبرنگارا چه سوالای بی سر و تهی میپرسن؟ میدونی چی دلم میخواست؟ خیلی دوست داشتم که یه سیلی محکم بزنم تو گوششون و بعد بپرسم بعد از خوردن این سیلی چه حسی دارین. میخوام اینو بدونم. آها چی شده؟ مامان یعنی واقعا به آخر خط رسیدم؟ یعنی هیچ وقت نوبت من نمیشه؟ وقتی هیچ کس به استعداد من اهمیت نمیده برای چی باید به دیدن اون آهنگساز آقای آدرش راتان برم؟ آها این چه حرفاییه که میزنی؟ تو چت شده عزیزم؟ مامانت به استعداد تو ایمان داره، ایمان مطلق. حالا میبینی یه روز میاد که کل این صنعت به تو ایمان پیدا میکنه. آها هیچ میدونی موسیقی موهبتیه که خدا به هر کسی نمیده، فقط به یه عده خاص میده. ولی این نعمتو به هر کیم که بده اون شخص باید قول بده، چه شرایط خوب باشه چه بد باید همیشه در حال تلاش باشه. اما مامان با غرورم چی کار کنم؟ هر جا میرم اون زودتر از من میرسه. ای بابا آها چرا نباید غرور داشته باشی؟ پسر من با این ظاهر جذابش، با این استعداد فوق‌العاده‌اش، با این هنر خوانندگیش چرا نباید غرور داشته باشه؟ بگو ببینم. ولی مامان تو متوجه نیستی، به خاطر این غرور اخلاق منه که هیچ کس نمیخواد با هم کار بکنه. همه میگن من بی دلیل عصبانی میشم. من با حرفای بی اهمیت از کوره در میرم. ولی مامان اصلا نمیدونم مشکل کار کجاست. امروز خانواده من جلوی چشمم این فرصتو به یه خواننده دیگه داده. من میدونم که نباید ناراحت بشم چون خودم مقصرم، ولی ناراحت میشم مامان، عصبانی میشم. خب چیکار کنم؟ آهان آروم باش. ببین این دوره‌ای که داری میگذرونی، اون کسی که قراره همه چیزو تو زندگیت درست کنه خیلی زود از راه میرسه. بهت انگیزه میده تا کاری که براش ساخته شدی و انجام بدی. الانم نگی که من دوباره پیشگو شدم. این صدای قلب منه که مدام بهم میگه که یه دختری میاد تو زندگی تو، با اومدنش همه چیزت از نو شروع میشه. تازه کسی چه میدونه، شاید همین الانم اونو پیدا کرده باشی. آهان به چی فکر میکنی؟ نکنه پیداش کردی؟ پیداش کرده بودم ولی نمیتونست مال من باشه. منظورت چیه؟ هیچی مامان. از دست تو و حرفات. حالا به حرف من گوش کن. وقتی اون دختر بیاد الهام بخشت میشه و اونقدر معروف میشه که دنیا هاج و واج میمونه. تو عاشقی